بچه‌ها امیدوارم چطورتون عالی باشه. امروز میخوام ببینیم میتونیم آیا 24 ساعت بدون گوشی باشیم و این کار نیاز به یه جای خوب داره. Let's go برای ادامه ویدیو. سلام بچه‌ها، همونجوری که شنیدید ما قرار 24 ساعت بدون گوشی باشیم و میبینیم مثلا وزن این شکلیه چون الان از استخر اومدم و ما برای اینکه یه روز کامل چیز باشیم بدون گوشی باشیم باید به وسایل نیاز داریم. وسیله کجا؟ اینجا. بریم لیتس گو. من یه 2 ساعتی استخر بودم و یادم رفت فیلم بگیرم. موام همونجوری که میبینی خیسته هنوز. ما این 2 ساعت باید 24 ساعتمون کار میکنیم. لیتس گو. لیتس گو. خب بعد از بسیاری استراحت 2 ساعت استخر بودیم دیگه. یه 2 ساعت هم که غذا خوردیم، یه ساعت و نیم هم بازی کردیم. حدود 5 ساعت و نیم بازی یعنی کار کردیم. لیتس گو. خدافظ. و ما 5 ساعت و نیم از چیزمون کم میکنیم. لیتس گو تا ادامه. بچه‌ها من اصلا یادم رفت فیلم بگیرم. الان یه نیم ساعت فقط ما داریم توپ باد میکنیم. توپو باد کردیم. بعد یکم من اومدم آقا بازی کنم. بازی کردم 2 دقیقه مثلا والیبال بازی. ای بابا اینجا خوبه. اومدم 2 دقیقه اومدم بازی کنم. 2 دقیقه اومدم بازی کنم. توپ گم شد. الان هر چی میگردم لامصب توپ نیست. شاید براتون سوال باشه کجا بازی میکنید تو این جا؟ بریم بهتون نشون بدم. بفرما. اینجا یه زمین چمنه که اینجا که حالا چیز دروازه‌اش این توری والیبالشه که ما اینجا بازی میکنیم. آره بعد الان دیگه حدود ساعت 1:30 شب الان دیگه. حالا ببینیم بقیه چیز چی میشه. خداحافظ. هنگ کردم بابا، میگم خداحافظ. ویدیو دیگه الان دیگه چند ساعت میشه بازی؟ من حساب کنم بیا 15 ساعت الان از اون تایم اون گذشته. لیتس گو برای ادامش. شما ببینید چی پیدا کردم. بریم منم بدونشونم. یه خونه درختی براتون پیدا کردم. بریم تو. هر چی میگردم این پریز برقشو پیدا نمی کنم. بذار من برم بگردم روشن کنم خونه درختی و بعد بیه. خب بچه ما هر چی گشتیم نتونستیم این چیزو پیدا کنیم. چرا قرار همه الان دارم با فلش میگیرم و آره دیگه اینو خونه درختی بهتون نشون بدم. خونه درختی اینه. من نتونستم توش فیلم بگیرم چون توش خیلی تاریکه، نورم اینورا نداریم. حالا بریم جاهای دیگه هم ببینیم. چی پیدا کردم. فقط الان ما باید از این رد شیم. الله اکبر. امید خودت. ما بشینیم روی این بیر. با تمام قدرت نشستم. بذار یکم با تمام قدرت سعی کردم بشینم. حالا نشستم یکم تاب بخورم. بریم تا ادامه. نیفتم تا ادامه. خدافظ. دیدی من شب به خودم سختی دادم. از این همه فاصله اومدم در حالی که اینجا پله داشت. میفهمی؟ پله داشت. شارژ گوشیم تا تمام میشه. بریم حالا بقیه‌شو ببینیم دیگه. الان که دیگه اینجوری دیگه من شارژ گوشیم تمام میشه برم که شارژ کنم بیام. خدافظ. فعلا البته. بچه‌ها دیگه الان دیگه تقریبا همه چی نشون دادیم. چیزایی هم که نشون ندادیم دیگه بر فردا، یعنی فردا که دیگه نشون بدیم یک کم، چون فردا زیاد نیستیم اینجا. فردا اون خیلی چیزای کمی نشون دادم. یه دونه استخر یه دونه توی اینو نشون ندادن. حالا با یه سری طبقه بالا که اونم برای فردا میریم نشون بدم. من الان شارژم تموم میشه. خیلی هم خستم. حدود ساعت 2 بریم دیگه تا ادامه، یعنی تا فردا. خداحافظ. چه خوش اومدید به روز بعد. من یکم صدام گرفته چون که تازه خواب بیدار شدم و دیگه اون چیزایی که بهتون نشون ندادم میخوام بهتون نشون بدم. لیتس گو و بگیم الان چقدر چالش گذشته. الان حدود
18 ساعت از چالش گذشته. لتگو برای ادامه. خونه درختیه بود دیروز. من رفتم گشتم یه ساعتی فکر کردم تا تونستم کلشو پیدا. اینجا نه فقط بپیچونی همین. من الان دستم بند نمیتونم بپیچونم اینجوری روشن میشه. اینجا هم که یه در داره، اینجا هم یه دونه آینه داره، اونم فضای باغ. بعدی که تو ندیم اینه. بیاییم با هم ببینیم. برش استراخ کودک داره، اون برش هم که استخ. حالا بریم تا ادامه. اینجا طبقه بالا سی افتادم. حالا چه خاصی نره. اینم که حیاتشه. بریم توش. کف از ایناست. اینجا هم که یه سری درخت و اینم مامسو پشتیه. اینجا هم یه جا داره من نشستن دیگه. همین. یه دونه دکمه داره. نیا کنین میاد پایین. دیگه نیا پایین. برو بالا. پلیس. ما یه سال رفتیم استخر رو اومدیم. الانم در این وضعیت. آره دیگه بوده یه ساعت کمتر. این ساعت 40 دقیقه تو آب بودیم. با یه ربم که صبحونه اینا خوردیم. میشه یه ساعت. حالا ما بگیم یه ساعت میشه 19 ساعت. لتگو برای ادامه. در مکان خاصمون و صبحت‌های دیگه‌مون با هم ادامه بدیم. خوش اومدید به اینجا. خب چی داشتم میگم؟ خوش اومدید به این باغ زیبا. اینجا میوه داده. واو چیه؟ نمیدونم دیگه این هرچی هست. خب من باز هم رفتم داخل استخر. یعنی من باز هم رفتم. میبینید رو این لباسو من 30 بار این لباسو پوشیدم. آره دیگه یه حدود 40 دقیقه رفتیم تو استخر دیگه. یه ربم که بازی کردیم. فوتبال دستی رو بهتون نشون دادم. حالا میبرم با این بهتون نشون میدم. فوتبال دستی هم داره اینجا. آره اینو کردیم. حدود 2 ساعت گذشت. 2 ساعت با 19 20 21. ما الان دقیقا 23 ساعتی که بدون موبایلیم. یه ساعت دیگه دووم بیاریم تمامه. لتگو تو این یه ساعت. میگه اینجا کجاست؟ اینجا هم توی چیه سواله نمیپرسه. همون جاییه که گفتم توی چیزه. اینمون میوه‌ایه که درخت داده. اینجا هم یه دونه جای دیگه هستش. شیشه‌ای که از اینجا باید بریم دفعه. اینو بهتون نشون ندادم. اینا البته خودم تازه الان دیدم. اینجا چیز خاصی نیست. اینجا یه دونه نردبونه، اینجا یه دونه عینا، یه دونه عینا. اینا که دیگه میریم اونور. بریم لتگو. آخ اینجا که هم فضایی که بهتون نشونم. اینجا نیا کن. اینجا که بالاش رو این. آها اینجا من بهتون نشون ندادم. اینجا یه سری LED های مختلف داره. یه سری صندلی داره. اینجا کمدای مختلف خالی نبود. اینا همه خالی هن دیگه. نیا کن. همه خالی. آره لتگو تا این یه ساعت. بریم فوتبال دستی هم بهتون نشون بدم. فوتبال دستیشه این که توپ بشه. شاید براتون سوال باشه که این چجوری کار میکنه. این یه ریموت داره. اینو باز میکنی و الان باش بازی میکنی. لتگو. برای من یه سر بیرون میخوام گلا رو بهتون نشون بدم که دیده بودید دیگه. اینا باغه. این درخت شاتی داره. نمیدونم الان تو فیلم متوجه میشین یا نه دیگه. اینا باغه. اینا کنیم ته یه درخت گردوه. بریم این چیه؟ یه درخت دیگه هم اینجا هستیم با هم ببینیم. اینا یه سری عینه که نمیدونم چی هم. نمیدونم گاز زردالوه. اینجا درخت شاتوت. یه شاتوت یه کنی درختی شاتوت. اینم درخت باز نمیدونم چیه دیگه. اینم کلاس باغشو دیگه.
اونورم یه باغ داره که خیلی سبزه. این که میری یه دونه جا داره، یه زمین چمن داره که فکر کنم دیروز بهتون نشون دادم ولی الان واضح تره. یه دونه تور والیبال هم که اینجا داره، اینم نمیگه که تور مثلا توپ نره تو باغ و اینا یه دونه توپاست که من به سختی تونستم که بادش خالی شده تا الان، به سختی تونستم اینو باد کنم. اینا هم که یه سری چیزای دیگه هست. اینجا همه چیزا فکر کنم بهتون نشون دادم دیگه. اینم که همین خونه درختی هست اینجا. راستی اینجا یه دونه چیزم داره، اینام داره که اینه دیگه، این آلاچیقاش، این آلاچیقش، اینم گازشو، اینا من باش بازی کردم یکم. اینا تور همینه که میبندی دورش مثلا نیفتی بیرون دیگه. همین منقل و ایناشه، اینجا این یاروهاشه. بعد اینجا اون ته دستشویی، آره مهم نیست. اینجا نیا کن، اینجا پر هیزم اصلا تا دلت بخوای اینجا هیزم رو جمع میکنه. یه دونه برکه کوچولوه که ازش آب میاد، فقط الان قطع. هم که توش یه دونه چیز داره، اینا یه دونه مبل این شکلی که اینجا یه سه مبل و ایناست. مهدیار این که دونه اینه. چون الان نیم ساعتی از چالش ما گذشته، اینا چون از چالش این نیم ساعتی دیدار قبلیمون گذشته و من یادم افتاد که این تیکر بهتون نشونم. اینجا یه جا داره من نشستم، همین از در میاد که یه میز صندلی معمولی داره و نگاه کن اینجا پشت استخره لحظه، اینجا یه دونه، اینجا که روشوییه، اینجا هم همومشه، اینجا هم که یه دونه زیرزمین داره درش باز میشه بسته میشه، زمین داره آب گرم کنه اینا توشه. من معذرت خواهی که ازتون باید بکنم این کیفیت این ویدیو، چون من این بند و بسط ها رو نیوردم، دوربین و مونوپاد و اینا رو چون نیوردم، این کیفیت میکروفون رو نیوردم، یکم کیفیت دوربین کمه دیگه، به خوبی خودتون ببخشید. بریم تا ادامه چالش. ولی واقعا دارم دیوونه میشم موبایل نیست. نه اگه تا الان موبایل بود میتونستم یه عالمه بازی تو گوشی بکنم، یه عالمه فیلم میدیدم، من دیوونه میشم. ولی خب از یه طرفم خیلی حال داد. 2-3 بار رفتم استخر، نه مثل اینجا خیلی افتاد، 2-3 بار رفتم استخر رو دیگه نمیدونم، حالا زن این یاروها رو بازی کردم و این پری رو بازی کردم و یا اسمشون یادم رفته، فوتبال لسی بازی کردم و خود فوتبال رو بازی کردم و والیبال بازی کردم و یکم چسبید و نه یکم خوابیدم و مخصوصا خیلی بیشتر روز عادی خوابیدم و خوش گذشت. زیادن البته خب بخوای این همین چالش رو توی خونت بگیری بدون هیچ امکاناتی واقعا سخته، بدون هیچ امکاناتی، یعنی آدم کلافه میشه. ولی خب ما اومدیم جای راحت تر که بتونیم هم شما منظره زیبایی داشته باشین، هم یکم خودم لذت ببرم. چون بالاخره من واقعا توی این مدت داشتم دیوونه میشدم. شاید بعد سوالش توی چرا من چند وقت ویدیو نذاشتم، برای همین دیگه واقعا خسته شدم، چون فکر کنم هر روز من باید یه دونه ویدیو بذارم و این واقعا منو خسته کردم. چرا اینجوری چیه؟ آره دیگه، حالا یه 40 دقیقه از چالش گذشته، این 20 دقیقه هم تموم کنیم میتونیم به موبایل گرامیمون برسیم. خب بچه ها الان دیگه حدود چند دقیقه است دیگه، حدود 23 ساعت و 59 دقیقه از چالش گذشته و یه دقیقه دیگه، فقط یه دقیقه دیگه این چالش تمام میشه. اوه خدایا به امید خودت. 10 9 8 7 4 3 2 1 تموم شد و من بالاخره میتونم موبایلمو در دستان خود احساس کنم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک، ساب یادتون نره و زنگوله بغلش بزنید، چون توی کانال قراره خیلی ویدیوهای خفن مثل این و حتی خفن تر از این بسازیم. خدافظ. تا ویدیو دیگه اینجا این داره نگاه میکنه، این پشت سرین این اینجا که کار میکنه استرویدا دیگه. خدافظ تا ویدیو دیگه.